داره میزنه. چجوری میزنه؟ یعنی میشه آدم کتک بخوره بعد ندونه چجوری کتک خورده؟ کمربند. اونا از کجا میفهمن که تو مشق تو بد نوشتی؟ خودشون که سواد ندارن که. میدونم سواد نداره. آخه میان من در کنار ما میکنم میام بهشون نشون میدم میگه بده؟ که سواد نداره از کجا میدونه که بده؟ آخه میره درشت. پس درشته به نظرش بد میاد. خب میوه درشت بخری چی؟ کتک میخوری یا نه؟ نه؟ تشویق چطور؟ تشویق کردن تا حالا؟ اصلا ولی تنبیه کردن. چی؟ تنبیه آره. ولی تشویق هیچ جوری نکردن تو رو تو